خب امروز اومدم بهتون یه سنترو کمرسیال جدید معرفی کنم در منطقه شمال مادرید، مورالخا. محوطه بیرونش هستش پر از رستوران، کافتریا و بار و محوطه داخلش که برندها هستن. از محوطه داخلش هم براتون ویدیو میذارم. با من همراه باشین در ویدیوهای بعدی. خب این پاساژ شامل دو بخشه، شرقی و غربی. با این پله و این رمپ قسمت شرقی به قسمت غربی وصل میشه. خب اینم برند وومن سیکرت. این نیکول خانومم یه هنرپیشه خوب اسپانیاییه. سریالاش خیلی طرفدار داره. خب اینم برند زارا یا به قول خودشون سارا که خیلی طرفدار داره. راستی لباس خودم هم زاراه. خب اینم یه خونه بازیه برای خانواده هایی که فرزند کوچولو دارن. اسم این سنترو کمرسیال مورالخا گیرینه. آدرسش رو براتون تو کپشن می‌نویسم.